یک مشاور املاک خوب شامل چه ویژگی‌هایی هستش و ما از کجا باید تشخیص بدیم؟ یک مشاور املاک خوب باید علاوه بر این که تسلط داره بر منطقه کارشناسی خودش، بتونه در بحث فایلیابی، بازاریابی و فروش به صورت تخصصی و حرفه‌ای عمل کنه. بحث املاک شامل 4 گروه فعالیتی در زمینه عرصه و اراضی که میشه خرید و فروش زمین، تجاری، فروش از صاحب ملک که میشه ریسیل یا بازفروش، فروش از شرکت سازنده که میشه فروش از پروژه. یک مشاور املاک خوب قطعاً باید اطلاعات کامل و تخصصی از منطقه کارشناسی خودش داشته باشه و مهمتر از همه در هر گروه فعالیتی آخرین آمار خرید و فروش، میانگین قیمت اجاره و قیمت تقریبی ساخت و ساز رو هم داشته باشه. برای تشخیص کافیه که شما سوالاتی رو در زمینه‌های مذکور از فرد مورد نظر بپرسید. در ویدیوی بعدی بازار املاک قبرس رو با هم بررسی خواهیم کرد. خیلی ممنون که همراه ما هستید.